درود بر شما. خب چیکار کنیم؟ باید کراب بکنیم این بخشو. 5900 خیلی عدد مهمیه برام. نه یه کراب توضیح یه بار دیگه. زمانی که همه دیدگاه سعودی دارن این اتفاقها میفته. میشه باید نقدینگی جدید وارد مارکت بشه. چون یه مقاومت خیلی مهمی هم هست در واقع. سلام عرض می‌کنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. این هفته شرایط بعدی توی مارکت چک گرفت. فدرال رزرو و خزانه داری خب دیتای خودشون رو بیرون دادن و از اون ور ترامپ با تعرفه‌هاش دوباره تاثیر زیادی روی مارکت گذاشت. این هفته با عرفان روی آنچین کار میکنیم و خب رسولم برامون تحلیل تکنیکال رو انجام میده. هفته پیشم همه این دیتایی که گفتیم، یعنی اون پول بکی که الان توی مارکت دیدیم رو سهند و نیما برامون تحلیل کرده بودن که هر جفتشون یه پول بک و یه پایین میدیدن روی مارکت. اگه ببینید اون ویدیو رو بهتر میتونید درک کنید که چرا این اتفاق افتاده و چه شرایطی میتونیم در آینده داشته باشیم. خب دیتایی که از فدرال رزرو و خزانه داری و حتی آخر هفته برای NFT داشتیم طبق انتظارات نبود و خب شرایط رو یه ذره دید رو برای آینده مارکت احتمالات بیشتری رو براش میشه در نظر گرفت و حس میکنم که به خاطر همین مارکت به سمت پایین اومد و یه اصلاحی رو داشتیم. هفته‌های آینده اگه دیتای CPI یا تورم رو ببینیم شاید بتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم برای آینده. حالا بریم با عرفان ببینیم که وضعیت آنچین چه جوریه و شرایط میتونه تا آینده چه جوری باشه. درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تقریبا 7 روز پیش یا هفته گذشته من یه گزارش کامل راجع به مارکت، هم برای تارگت هایی که از بول مارکت انتظار دارم روی شبکه و هم برای احتمال اصلاح مارکت و تا چه محدوده‌ای ارائه کردم خدمتتون که توی کانال فاندامنتال الگوراک میتونید گزارش رو کامل بخونید. توی این گزارش حالا یه لینکی از گزارش 21 خرداد هم هستش که اصلا این تارگت هایی هم که سقف زدیم هم توش میتونید تو گزارش قبلیش بخونید. انتظاری که ما داشتیم اگه حالا روی صفحه من دقت بکنید این بود که یک ایر پاکتی داخل URPD ما میدیدیم که محدوده 112,000 تا 115,000. منظورمون از این ایر پاکت چی هست؟ وقتی ما میایم URPD رو نگاه میکنیم جاهایی از قیمت که دست به دست شدن کوین ها کمتر بوده، ما اینها رو ایر پاکت یا گپ در نظر میگیریم. روی والیوم پروفایل هم همچین تحلیل هایی میتونید شما داشته باشین. چرا این گپ ها واسه ما مهمه؟ به خاطر اینکه اونجا ناشناخته است، یعنی مارکت هنوز نتونسته به اون محدوده ها واکنش خاصی بده و ما میخوایم ببینیم که اگه قیمت توی اون محدوده ها بیاد واکنش قیمت چه چیزی خواهد. این گپ URPD تقریبا میشه گفت پر شده و ما از همون گپ تقریبا قیمت رو به بالا دیدیم که حرکت کرد. انتظاری که از اصلاح داشتیم یکی از دلایل‌هاش سود زیادی بود که هولدرهای کوتاه مدت داشتن از مارکت و روی هیت مپ هم اگه ما بخوایم دقت بکنیم همین دیستریبیوشن قیمت رو روی هیت مپ هم اگه بخوایم دقت بکنیم کمی از این پاکت هنوز باقی هست ولی از همین محدوده واکنش داشتیم. یکی از دلایل عمده‌ای که قیمت شروع به ریکاوری کرد بحث داده های فیوچرز که ما توی داده های فیوچرز شاهد این بودیم که یک رویداد اهرم زدایی یا یک رویدادی که اصطلاح بهش میگیم دیلیورجینگ اتفاق افتاد که من راجبش توییت هم گذاشتم و اگه بخوام دیتا رو دقیق تر بهتون نشون بدم این محدوده‌ای که میبینید 16.8% دامیننس یا سلطه پوزیشن های لانگ بوده تقریباً به اندازه محدوده های قبلی هستش که ما از که ما میتونم بگم که ما این ایونت های اهرم زدایی رو داشتیم و اصولاً از این محدوده ها قیمت ریکاوری میکنه و سریع هم ریکاوری میکنه. اگه بخوایم محدودش رو حالا شباهت بدیم خیلی وضعیت شبیه به اون دیلیورجینگ ایونتی بود که توی بحث اقتصادی ین داشتیم، به تغییرات بانک مرکزی ژاپن داشتیم. حالا دید ما از اینجا به بعد به خاطر اینکه من اگه برم روی URPD موضوع خیلی مهمی رو میتونم بهتون بگم، اینکه تقریباً از محدوده $105,000 که میشه میانگین خریدهای هولدرهای کوتاه مدت حدوداً 30% از ساپلای توی بالای این محدوده ها، یعنی قیمت های بالاتر دست به دست شدن. این به ما نشون میده که توی این قیمت ها هنوز معامله گرها خیلی دوست دارن که معامله بکنن، حالا سوای این گپی که اینجا داشتیم. و یه محدوده خیلی مهمی که الان برای ما وجود داره محدوده $116,000 هست.
که اگر این محدوده رو هم ما پس بگیریم احتمال اینکه بیت مجددا سقف بزنه خیلی بالاه. من تارگت ها رو باز توی گزارش دادم، اینجا هم اگه بخوام تارگت ها رو خدمتتون ارائه بدم، اینجا میتونید مثلا MVRV اگر تا یک استاندارد دیویشن بالاتر حرکت بکنه، شما میتونید تا محدوده های $140,000 انتظار حرکت قیمت یا سقف بیت کوین رو داشته باشید. حالا این به صورت یک محدوده در نظرش بگیرید، مثلا $35,000 تا $140,000. یه موضوع دیگه‌ای که الان هست، چرا واسه من مهمه این محدوده و میگم که ممکنه که حتی اصلاح تموم نشده باشه، کما اینکه اگه اصلاح ما تا $105,000 هم داشته باشیم، هنوز روند مارکت صعودی در نظر گرفته میشه، چون حتی میانگین هولدرهای کوتاه مدت رو هم ما نشکستیم. یکی از دلایلی که باعث میشه من این حرف رو بزنم این که اصولاً من دوست دارم پولبک های مارکت تا جایی اتفاق بیفته که درد رو توی بازار ببینم و این باعث میشه که من بگم احتمالاً مارکت قراره شروع به ریکاوری بکنه. و از نظر دلاری من سیو سودهای خوبی رو روی شبکه میبینم، ولی از نظر بیت کوینی اصلا ضررهایی که شکل گرفته اصلا چشمگیر نیست. هنوز نمیبینم که اون درد رو توی مارکت داشته باشیم. کما اینکه همچنان باز میگم وزن تحلیل من بیشتر به سمت صعودیه و اون محدوده هم که باید پس بگیریم تا احتمالش خیلی بیشتر بشه رو هم خدمتتون گفتم. یه دیتای خیلی مهمی هم که میتونید در نظر بگیرید همین بحث لیکویدیشن دامیننس ها هست. یه جمله خیلی معروفی جان تمپلتون داره که میگه بازارها توی شک یا همون ترس خودمون رشد میکنن و توی سرخوشی میمیرن یا همون یوفوریای خودمون. این رو در نظر داشته باشید که زمانی که همه دیدگاه صعودی دارن و مخصوصا سطح لورج اینقدر بالا هست، این اتفاق ها میفته. اما این فرآیندهای دیلورجینگ رو داریم. اگر روی نمودار من دقت بکنید، اینجا این سیگنال دیلورجینگ به من داده شده روی مدل و این انتظار رو باید داشته باشین که مارکت قراره یک سری ها رو بترسونه و بعد به حرکت خودش ادامه بده و اون چیزی رو هم که ما بهش میگیم سرخوشی یا یوفوریا، همون چیزیه که ازش طمع به وجود میاد و میبینید که طمع در بالاترین سطح خودش قرار میگیره. ما کجا انتظار داریم که این طمع به وجود بیاد؟ به جای اینکه بیایم متریک های خیلی بیسیک رو مثل ترس و طمع در نظر بگیریم، میتونیم مستقیما سود و ضررها و وضعیت هولدرها رو روی شبکه ببینیم که تارگت هایی که من بهتون ارائه کردم یا انحراف معیارهایی که از MVRV راجبشون صحبت میکنم، دقیقاً محدوده هایی هستن که هولدرها توی سودهای خیلی شدیدی قرار میگیرن و از نظر دید تاریخی یا اگر بخوایم به گذشته نگاه بکنیم، این محدوده هایی هستن که عموماً ما سیو سود یا فروش گسترده یا افزایش عرضه رو از این محدوده ها شاهد هستیم. خب خلاصه چیزی که داشتی میگفتی به نظرم اینجوری بودی که بیشتر سمت بالا هستیم هنوز، ولی ممکنه که ریسکمون زیاد باشه. در حال حاضر ممکنه که پایین‌تره، باید 116 رو پس بگیریم. بذارید روی نمودار قیمتی یا با تحلیل تکنیکال شاید بتونم پوشش دقیق‌تری از صحبت‌هام بدم. خب روی چارت همونطور که توجه می‌کنید، این محدوده تقریباً 3% که روی قیمت در نظر گرفتم از $106,000 تا $110,000 محدوده‌ای هست که میانگین 200 روزه کاست بیسیس هولدرهای کوتاه مدت و POC رنج های قبلی قرار گرفته و این محدوده یک حمایت خیلی مهمه و میگم حتی تا زمانی که این محدوده شکسته نشه، یعنی حتی اگر ما این رو بخوایم یک ABC هم در نظر بگیریم تا این محدوده ها، هنوز مارکت بولیش میمونه. ولی اگر اتفاقی که میخواد بیفته، این فلش ها جایی بودن که گزارش های قبلی رو گذاشتیم، اگر اتفاقی که میخواد بیفته این باشه که ما بخوایم سقف دیگه ای رو بزنیم، من ترجیح میدم صبر بکنم که این محدوده رو به بالا 115 تا 116 هزار دلار رو به بالا شکسته بشه که ولیو اریال لوی این محدوده رنج قبلی هم میشه که اون زمان انتظار سقف جدید رو از مارکت داشته باشم. در رابطه با آلت کوین ها هم اگه بخوام یه بررسی کلی داشته باشیم، دامیننس بیت کوین یه اصلاح ABC به سمت بالا داشت تا محدوده مقاومت اصلیش حرکت کرده. از اینجا من انتظار دارم که یک بار دیگه ما یک موج نزولی رو داشته باشیم. حالا تحلیلام قبلا توی کانال بوده. تا محدوده‌ای هم که انتظار دارم ازش حرکت بکنه، محدوده حالا 59% اینا هستش که در وهله اول انتظار دارم حرکت بکنه. بنابراین رشد آلت کوین ها رو هم من احتمالش رو بالاتر میبینم.
و یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که تنها کوینی که توی این اصلاحی که از مارکت دیدیم محدوده های اصلی حمایتیش رو خیلی سریع پس گرفت و اصلا شکسته نشدن این محدوده ها اتریوم بود و اینم خب خودش بازی به اصطلاح یه نشونه جدیدیه. میتونیم یه سری از آلت کوین های معروف رو هم تحلیل بکنیم. میخواین یه بار دیگه از اول بگم یه تیکه رو چون گفتم ترید. میخوایم یه سری از آلت کوین های معروف هم میتونیم بررسی بکنیم مثلا هایپرلیکوید که به نظر من این کف میتونه کف خیلی قوی باشه. من اینجا حمایت خیلی خوبی براش میبینم و اگه بخوایم با اطمینان بیشتری وارد بشیم میتونیم منتظر شکست محدوده $41 باشیم. اینجوری یعنی شما میتونید ریسکتون رو محدودتر نگه دارین چون یه احتمالی میبینیم از اینکه هنوز اصلاح کامل به پایان نرسیده باشه و یک احتمالی هم میبینیم که شاید قیمت‌ها بخوان سقف‌های جدید بزنن چون کلا رفتار شما توی این استیج از بول مارکت باید به همین صورت شکل بگیره، به خاطر اینکه ما توی استیج‌ها یا مرحله‌های اولیه بول مارکت نیستیم. توی این مرحله‌ها حتی اگر که دید خودتون یا دید تحلیلگرایی که قبولشون دارین صعودی باقی بمونه، از اونجایی که هیچکس بوی بلوری نداره باید اینو در نظر بگیرید که ریسک شما همچنان بالاست و باید سعی بکنید که جوری مدیریت بکنید پوزیشن هاتون رو که چون دیگه میگم توی کف مارکت نیستین که بخواین همه چیز رو ورود بزنید و دلتون خوش باشه که دیگه مگه چقدر میخواد این مارکت پایین تر بیاد. سیروپ هم اگه بخوایم نگاه بکنیم اگه همین رنج رو به بالا بشکونه خیلی میتونه تارگت های بالاتری رو داشته باشه که حالا اولش تا 50 سنت میتونه بیاد و 54 سنت تارگت های اولیش میشه. دو تا توکن خیلی خوبم میتونم بهتون معرفی بکنم که حالا به نسبت مارکت کپ های پایین‌تر دارن. یادتون باشه که همزمان با این حرف این نتیجه گیری رو باید داشته باشین که احتمالاً ریسک بالاتری رو هم دارن. سیگنال هم چی؟ سیگنال هم نیستش. نه صرفا میتونه مد نظرتون قرار بگیره. یکیش EUL هست که حالا بحث فاندامنتالیش به کنار توی گزارش‌های قبلی خیلی راجبش صحبت کردیم. به نظر میرسه که اصلاحش به پایان رسیده و محدوده حمایتی خیلی خوبی قرار گرفته. اگر که هنوز حالا با طبق گزارش‌های هفته پیش مجاب نشدید که وارد بشید میتونید منتظر شکست 11.5 که میشه شکست POC رنجش، منتظر شکست این رنج باشید. سیگنال هم نیستش، اول خودتون بررسی کنید. آره قطعاً اول خودتون بررسی بکنید. توکن بعدی هم فلوید هستش که اگه میگم با گزارش‌های قبلی مجاب نشدید به ورود بهش میتونید منتظر شکست 5.5 باشین برای یک سقف جدید. بریم با رسولم چارت بیت کوین و طلا و شاخص S&P رو ببینیم. درود بر شما. قبل از اینکه بریم روی چارت بگم با صحبت‌های عرفان کاملا موافقم و فکر می‌کنم بازم بخواد ترس توی مارکت بیاد چون چیزایی که روی چارت می‌بینم بریم با هم ببینیم. با توجه به رفتار بیت کوین لگ‌های متعددی میزنه. یعنی بخوایم لگ شماری کنیم یه لگ نزولی داشته که اولین لگ نزولی خودش بود، دومی لگش هم الان زده. من انتظار دارم از اینجا با توجه به مومنتومی که قیمت داره حس میکنم بخواد لگ سوم خودش هم بزنه که قیمت میاد روی محدودهای 109,000 تا 108,500 تقریبا و از اونجا اگه بخواد اون سوختی که میخواد رو جمع کنه و بخواد عددهای بالاتری رو ببینه. ولی این سناریو بدبینانه است. بخوام سناریو خوشبینانه رو بگم قیمت باید از همینجا یک کلوز روزانه خیلی خوشگل بمون بالای عدد 117 بده. یعنی یک کندل روزانه فول بادی بالای 117 من ببینم میتونم انتظار این رو داشته باشم که سقفش رو حتی بزنه 122 124 رو قطعا ببینه. به خاطر همین با توجه به لگ شماری که دارم و مومنتوم انتظار لگ نزولی بعدی رو دارم. پس سناریو بدبینانه تر نداری، یعنی تو داری میبینی که بیاد تا 109 بازم بالا بره. نه برای یه هفته آینده میتونم تا اینجا پاز بزنم. یعنی ممکنه که 109 پایین تر هم ببینی، یعنی اون دیدی که داری پایین تر هم توی سناریوهات هست یا اینکه فکر میکنی که حتی 109 هم بیاد باز میریم صف میزنیم؟ ببین بستگی داره به مومنتوم حرکتی. اگر بخواد با مومنتوم خیلی خوبی بیاد محدوده 109 108 رو ببینه من انتظار دارم پس بیاد محدوده 103 هم ببینه چون اونجا گپ قیمتی هم وجود داره. با توجه به شرایط مارکت و رفتار خود بیت کوین من انتظار برای هفته آینده انتظار یک لگ نزولی دیگه برای بیت کوین دارم.
و از اونجا باز ببینیم چه تصمیمی باید بگیریم که خیلی بستگی به شرایط مومنتوم حرکتی داره. بخوایم بریم روی طلا، خب طلا رو من تایم فریم 4 ساعته و هفتگی و روزانه میخوام بررسی کنم. طلا خب توی باکس رنج قرار گرفته که خیلی تمیزم هست در واقع و کف قبلی خودش رو نتونسته بزنه با ریزشی که داشته و با مومنتوم خیلی خوبی بلند شده و من حس میکنم که بخواد طبق سناریویی که حالا روزانه دارم بهش نگاه میکنم بخواد روند صعودی خودش رو ادامه بده. ولی این با توجه به شرایط کلان الانه. اگر باز بخواد کاتالیزهای دیگه وارد مارکت بشه و طلا بخواد روند خودش رو عوض کنه خیلی متفاوته، چون یه مقاومت خیلی مهمی هم هست در واقع. چون 4 بار برخورد روی محدوده 3400 داشته تقریبا. پس بخوایم تایم فریم بالا طلا رو ببینیم، من کاملا بولیش هستم و از جایی که بلند شده به نظرم خیلی با مومنتوم خوبی هم بلند شده و انتظار دیدن عددهای بالاتری رو براش دارم. این فکر می‌کنی طلا هم سخت میزنه؟ بله. خب من برای سهام 5900 خیلی عدد مهمیه برام و هیچ وقت دوست ندارم اون عدد رو ببینه، چون عدد رو ببینه ما فکر کنم وارد یک رکود خیلی خوبی بشیم، رکود خیلی بدی بشیم در واقع، چون از اونجا به بعد دیگه امیدها نسبت به مارکت، مخصوصا مارکت‌های ریسکی مثل کریپتو، فکر می‌کنم خیلی دچار تنش بشه. خب همونطور که گفتم پس روی 5900 عدد خیلی مهمیه برای من، برای سهام و امیدوارم اون عدد رو نبینه و از همینجا بخواد تقاضا صورت بگیره که اتفاقات خوبی هم توی مارکت بیفته. به صورت کلی من روی بیت کوین پس یه لگ نزولی دیگه دارم و برای طلا هم کلا بولیش هستم تایم فریم بالا. خیلی هم عالی، دمت کم. دست در نکنه. پس یه جورایی اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم الان در حال حاضر هم عرفان هم رسول جفتشون میگن 116 بالاتر داشته باشیم، یعنی کلوز بالای 116 داشته باشیم. کلوز بالای 116 داشته باشیم میریم ATH میزنیم روی بیت کوین و طلا رو هم صعودی میدیدی. یه دید نزولی، یه حالت یه جوری بود دیدت روی سهام، یه دید نزولی داشتی که اسم خودت هم با ترس داشتی به چارت نگاه میکردی. منم اگه بخوام در کنار بچه‌ها دید خودم هم رو هم بگم، من در حال حاضر وضعیت رو جوری میبینم توی اقتصاد که همیشه باید نقدینگی جدید وارد مارکت بشه. در حال حاضر میتونید به فدرال رزرو، خزانه‌داری آمریکا و تزریق پولی که از سمت چین اتفاق میفته، این سه تا خیلی مهمه برای نقدینگی کلیت مارکت ها و اگه اینا ادامه دار باشه ما میتونیم حرکت صعودی رو ادامه بدیم. هر کجا هر کدوم از اینا بخوان اون نقدینگی رو کاهش بدن و دیگه اون نقدینگی وارد مارکت نشه، به نظر من دیگه حرکت صعودی نمیبینیم. به نظرم خیلی خوب میشه هفته بعد علی رو داشته باشیم که درباره ترژریای کورپوریت ترژریا صحبت کنیم که ببینیم که شرکت ماکرو استراتژی چه استراتژی برای آینده داره، چه شرکت جدیدی وارد در واقع خزانه ساختن برای اتریوم و بیت کوین کردن و کلا یه دید خوبی میتونه بهمون بده، چون دقیقاً برمیگرده به همون ورود نقدینگی و امیدوارم که استفاده کرده باشید و براتون مفید بوده باشه. 100% نظراتتون رو پایین برامون بنویسید، لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید.